سلام، وقتتون بخیر باشه. خب شیرینی کوکی های رژیمیمونم آماده است. سفارش داده بودن دوستای عزیزمون، آماده شده. الان میخوام بسته بندیشون کنم و بفرستمشون. بچه‌ها دوست داشتم که یه دونش رو باز کنم ببینیم با هم دیگه. خب حالا من که خوردم ولی نمیتونم، چون که دقیقا همون وزنیه که میخواستن، نمیتونم دست بزنم بهشون. بعد این کوکی رژیمی ها خب همطور که میدونید دیگه آرد و شکر نداره و از چیزای مقوی مثل مغز تخمجاتم، نمیدونم گردو و عسل و شیره انگور و نمیدونم هر چیزی که شما فکرشو بکنید، این چیزای فقط مقوی. این شیرینیش هم از چیزای طبیعی گرفته، هیچ چیز مصنوعی نداره، هیچ قند مصنوعی یا اینا هم نداره. خیلی هم طرفدار دارن رژیمی ها. الان خب یه سری هستن خب ورزش میکنن، یه سری هستن رژیمن و اینا دیگه، از اینا سفارش میدن. خلاصه که اینا آماده شده، الان میخوام بسته بندیشون بکنم و ارسالشون کنم بره. انشالله که خوششون بیاد که میاد و امیدوارم که با شادی میل بفرمایند و نوش جونشون باشه.